همینجوری می داشتم داخل یوتیوب واسه خودم میگشتم تا با این کلیپ رو در رو شدم. بریم ببینیم. خب بریم با هم درستش کنیم. اول پودر کاکائو، هیچ کدوم از اینا اسپانسری نیست. خب بریم پودر کاکائو 1 2 و 3. حالا یک کم کمتر شد. خب از شیر استفاده میکنیم. 1 لیوان شیر میریزیم داخلش و همین الان شیر کاکائو شدش. خب حالا 1 لیوان روغن مایع و این هم از شکر، 1 لیوان شکر و 1 کم هم گفت وانیل بریزیم. بریم با هم همش بزنیم. اوارای کارش تموم شد و بریم ببینیم اینا هم بزنیم همون فیلم میشه یا نه. سابسکرایب زنگوله هم بزن عشق منی. اگه از داخل این اینستان میای حتما فالو رو بزن، لایک هم بزن عشق منی. بریم. A few moments later. دوستان شیر کاکائو آماده شد. بچه‌ها بریم تستش کنیم. بیاین 1 نون بریم تستش کنیم. بسم الله جاتون خالی. خدای مزه‌اش خوب شد. خب یعنی بریم توی یخچال بذاریم شاید بهتر شد. بعد از 24 ساعت اومدیم ببینیم چی شد. فقط داشته باش که شد. خداییش خواستید درست کنیم برید درست کنیم. من همجوری توی یوتیوب میگشتم اینو پیدا کردم. حتما برید امتحان کنید. چیزی خوشمزه شد. تا ویدیو بعدی